شاعرهایی که خیلی هم بیت ها نویسند اما در باب عقیده گفت ها ندارند یا که کتاب ها ندارند از جانب دینیشون، یک بار همین کارشون معلوم میکند که در جانب عقیده ضعیف بودن. بدیل یکی از شاعرهایی که صوفی غلط نبود، لیکن در منهج همین صوفی های عادی، اما صوفی غلط نبود، مردم عادی تاجیک خیلی بعضی شاعرها خودش صوفی میگردن خیلی، و یک شاعری که درد امت رو، شکست امت رو نمیخواست، یعنی مسلمانی صادقی که گویا که یک مسلمانی عادی صادقی که از شکست خوردن این امت، پراکنده شدن این امت خیلی هم ناراحت بود. برای همین در شعرهایش فقط در باره امت رو از غرب به غرب پیروی نکنید، خودتون عزت یابید، خودتون سربلند شوید، چرا پراکنده شدید، به یک جا جمع شدن صحبت میکرد. فقط به زنده کردن غیرت مسلمان ها شعرهای زیادی دارد. اما از جانب عقیده، جانب های عقیده‌ای مشکلی البته دارد. از همین جهت ما مخلصی بدل هم نیستیم، دینمون رو از بدل هم نمیگیریم، لیکن برای ادبیات تاجیک، برای خوب شدن ادبیات اگر کم کمی به شعرش نظر بکنید باکی ندارد، لیکن بدل نه یک عالم دینی، نه یک مرجع و مصدر اهل سنت و الجماعت، یک شاعر است. شاعر رو ما هیچگاه عالم دین نمیگیم تا همون زمانی که علم دینیش رو بیان نکرده باشد. بارک الله فیکم. اینجا گفتن قوت دین از مقام وحدت است، وحدت از مشهود گردد ملت است، شرق را از خود برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. بله، قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نیز رقص دخترانی به حجاب، نیز سحر ساحران لالاروس، نیز عریان ساخونه از قطع موز، محکمی او را نه از لادینی است، نه فروغش از خطی لاتینی هست، قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغ روشن است، حکمت از قطع و برید جامه نیست، مانع علم هنر عمامه نیست، علم و فن را ای جوانی شوخ و شنگ، مغز می باید نه ملبوس و فرنگ، گر کسی شبها خورد دوغ و چراغ، گیرد از علم و فن و حکمت سراغ، ترک از خود رفته و مست و فرنگ، زهر نوشین خورده از دست و فرنگ. بنده بالاخره ببینید این بیت ها فقط غیرت شما رو، یعنی علم آموز اینو جمع شوین، انا می خیلی چیزها. شاعر بالاخره شاعر. بار دیگر میگه برادر اهل توحید، برای ما قرآن کفایه است، سنت کفایه است، فهم سلف این امت کفایه است. اگر شعر خواهید، اگر خواهید که به شعر به طرز شعری هم از عقیده و از اهل سنت و الجماعت باخبر باشید، مرحمت. امام شافعی رحمه الله دیوان نوشتند، اما شاعر بودن امام شافعی از شاعر بودن این رودکی و بدل و اینا فرق دارد. شاعر بودن امام شافعی شعرشون علم است، علم شعر کرده نوشتند، عقیده شعر کرده نوشتند. مثلا امام ابن تیمیه رحمه الله شاعر بودن، اللامیه گفتگی کتاب دارن، لامیه، همه شعرشون آخرش لام کته تمام میشه، هر یک بیت آخرش. امام ابن القیم الجوزی یک کتاب خیلی بزرگ دارن، نامش نونیه هست. نونیه زیاده از چند هزار بیت است. در این نونیه سیره پیامبر میگویند، عقیده اهل سنت میگویند، فضیلت صحابه میگویند، منهج اهل سنت میگویند، رد به جهمی ها میزنند، رد به خوارج ها میزنند، رد به مرجئه ها میزنند، جنت وصف میکنند، جهنم وصف میکنند. همین عقیده اهل سنت شعر کرده میگن. ما وقتی که شعری ابن القیم الجوزی رو میخونیم، ابن تیمیه رو میخونیم و پیش از همه امام سلف امام شافعی رو میخونیم، دین میآموزیم. شعر حتی یک شعری غزل نه، دین میآموزیم، از همه جانب دین میآموزیم. حالا روز میشود، انشالله روز میشود که وقتی که ما کتاب‌های زیادی رو به پایان رسانیدیم، شعرهای بخصوص لامیه و نونیه ابن القیم الجوزی رو اگر نونیه رو شرح بدیم، سبحان الله، من خودم در نزد یکی از علما این کتاب نونیه رو شرحش خونده هستم و ابن عثیمین هم خیلی خوب شرح میکرد و طبعش برآمده است، 4-5 مجلد. ببینید وقتی که الله در بالا بودنش اثبات میکند به شعر،
سبحان الله، چقدر زیبا بیان میکنه. شعر دلیل کتی، شعر فلون وقت فلون خیل حدیث با اومدگی انا این شاعر میگی. اما در شعر مثلا ما حالا بعد از یک 4 5 کتاب های عقیدوی به کتابی یکی از علمای سلف میآییم. ما سنن ابو داوود داریم، بله، یکی از محدثا کتابشون از کتب سته، بعضی ها درجه 4 است میگن و معروف در درجه 3 است میگن. امام ابو داوود کتابی از سنن داوود، پسرشون است ابو بکر ابن ابو داوود، پسر ابو داوود کتاب حائیه مینویسه. کتاب حائیه این شعر هست که در این شعر بیت ها عقیده اهل سنت رو سلف صالح به بیت بیان کرده. درست است، با که ندارد. اگر منم حضور توانم به بیت به شما مثلا فضیلت صحابه را بگویم، به بیت الله در بالا بودنش اثبات بکنم و جهمی های کفر بودنش بگویم، مثلا میکنم، با که ندارد، بهترین است. اما اگر همین خیل شعر ننویسید، شعر دیوانگی، شعر کفری، شعر شرکی جایز نیست. شاعرهای تاجیک درست عقیدوی دارش که کم بود یا نبود، همین شعرش دیوانگی است یا یکم عاقبتی علمی ندارد. از درون اینها کمی خوبش پردیل، با معذرت خواهی میکنم پردیل میگم، بدیل که در آخر آمده است. بدیل عادتا مردی که فقط بیداری امت را میخواست، همین قگب. از همین جهت شعرهای بدیل فقط بیداری را میخواد. اما با کدام راه بیدار باید باشیم؟ اما چگونه باید بیدار باشیم؟ در اساس چی باید بیدار باشیم؟ امت در اساس چی باید جمع باشد؟ این چیز ندارد، هیچ چیزی ندارد. برای که عقیده که مشکل است، فقط بیداری. به مانند بسیار حزبی ها، بسیار مردم دعوت میکنن که ای امت بیدار باشید، ای امت، ای مردم بیاید امت رو سرجم بکنیم، همین شعر کرده میگوید. اما وقتی که اینو میگید که بیاید در زیر لا اله الا الله سرجم شید، قبول ندارد. بسیار این شعر. الله المستعان. برای همین خواهش میکنم شعر شاعرها را یک طرف بگذارید، خصوصا شاعرای تاجیک. شما خواهید شاعرها را، مرحمت، شاعرهای هست، شاعرها علماهای هست، علما و شاعرهای اهل سنت. مثلا خودی ما بسیارتر علم رو به طریق شعر ازود کردیم. مثلا مذهبی مالکی رو من به طریق شعر، مذهبی مختصری مالکی رو به طریق شعر ازود کردم، یا که اصول فقه رو هم به طریق متن هم به طریق شعر این علم رو ازود کردیم. مثلا هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب الأول الأصول ثم الثاني الجزء والمفرد. أنا میخوام شرکت یزود میکرد، علم مو بسیار شرکت یزود کرده است. مقصد از شعر اینجا فقط گپی بیهوده نه، علم جمع کرده مختصر کرده به شما شعر میدید. یا که علم نحو به شعر یزود میکنید، علم اصول فقه به شعر یزود میکنید، به خاطر اینکه آزیستون نبرود. این علم همین کتاب‌های همیشه باید از یاد بدونید. کتاب‌های عقیده به شعر ازود میکنید، فقه به شعر ازود میکنید، هم به متن هم به شعر. مثلا مصطلح الحديث به شعر ازود میکنید. اولها الصحيح وهو متصل اسناده لم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. انا میخوام حدیث، انا میخوام گفته برافتا میگیرید. حاضر من به شما همین کمتر یک 6 بیت به حدیثی صحیح چند شرط دارد، حدیثی حسن چی است، حدیثی ضعیف چی است، همین خیلی شرکت گفته میبرید. انا این خیلی شعرها درست است. علم رو به طریق شعر میکند تا که شما از یاد بکنید. علم از یاد بکنید. هر یک علم باید اصلش از یاد بکنید. قرآن از یاد میکنید، حدیث از یاد میکنید، علم اصول فقه از یاد میکنید، علمی مثلا بارک الله فیکم میراث از یاد میکنید، علم سیره از یاد میکنید، علم عقیده از یاد میکنید. بارک الله فیکم. مثلا در تکفیر جهمی ها ابن القیم الجوزی شعر نوشتن، خیلی طولانی است. اخیرش میگن که ولقد تقلد كفرهم في 50 في 10 من العلماء في البلدان. به تحقیق نقل کرده اند علمای متقدمین تکفیری اشعری ها را 10 به ضرب 50 به ضرب 10، یعنی 500 نفر علما این جهمی ها را تکفیر کرده اند. میگه بارک الله فیکم. یا که رد میزنند بشیر رد میزنند، به خوارج ها هم و به معطله های اشعری و ماتریدی رد میزنند. من لی بمثل خوارج قد كفروا بالذنب تأویلا بلا احسان
ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. این بیت است، بیت های عربی شعر. لیکن در این بیت جهمی ها برات زدن که جهمی ها ما را تکفیر میکند به خاطر اینکه ما را خوارج و مجسمه میگوید، در حالتی که خوارج ها دیگرند ما دیگریم. گفت این چنین بیت ها، این چنین سخن ها، شعر ها، این علم است. اما شعرهای تاجیک کن مقایسه کنید. شعر خیام بیارید: چور دست پایم بستی درونی دریا انداختی، دست و پام بستگی با گفتی که تر نشفت. این جبری، عقیده جبری در شعر نوشته. یا میگد که سبحان الله چی بودین اندر خانه برادر تمیم، این شعری که منهج حاجی مرزا بود و این منهج تاجیک علماهای اشعری و ماتریدی است، چی بودین؟ اندر مای بینوش آتش بیزن. شعر مای بینوش مصحف بیسوز، آتش اندر کعبه زن، ساکنی بتخانه باشد دلازاری مکن. الله المستعان. الان دینش بیان کرد. یعنی اصل دین در اینجا دلازاری. همین کار کن. مای بینوش، شراب بینوش، خانه کعبه ویران کن، آتش زن، قرآن سوزون، در درون معبدی بودیستا رو بودیست شف. اساس چیز همین که مردم آزاری نکن. تو مسلمانی همین مردم آزاری نکن. ببینید درباره مردم آزاری کردن و نکردن چه خیلی غلو کردن. اصول دین تغییر دادن. اصول دین آوردند و به زیر پا زدند و به جایش مردم آزاری نکنید. محمد پاک از شرک و ریا بود، زمان خلق با شرک مبتلا بود. بتان را نفرین و لعنت همه گفت، به اخلاصی بتان هرگیز نبود جفت. به این که پاکی و اخلاق حمیده، الله او را پیغمبری خود برگزیده. بهترین انا اینم شعر خیلی هم بهترین. برای همین شاعرها فرق داره. شاعرهای عقیدویی که شعرهایشون عقیده دارد، شاعرهایی که عقیده ندارند، یا که عقیده جهمی، عقیده رافضی دارند و شعرهایشون عقیده رافضی است. مثلا مولوی جلال الدین رومی صاحب کتاب مثنوی معنوی خودش میگه که مثنوی معنوی هست قرآن با زبان پهلوی. این مولوی غفص الاعظم میگه. صوفی ها غفص الاعظمشون که عقیده وحدت الوجود داشت، عقیده داشت که الله و زمین و انسان و حیوان همه چیز یک چیز است. الله هم این است، مخلوق است، مخلوق الله است. برای همین در درون این کتابش مثلا درخت پرستیدم، سنگ پرستیدم، شما الله میپرستید، اون میگه یک دشنام تنجه فحاش است. خیلی حقارت های سخت کرده است، خیلی فحاش است. بالاخره یا که جامی یا که ناصر خسرو که یکی از خبیثی در پامیر بود و منتشر کرد این عقیده قومیته اسماعیلی رافضه را، بیت ها و شعرهایی که نویس، شعرهایش من اصول دینی رافضه را بیان کرد. بارک الله فیکم. از همین جهت برادر عزیزم اهل توحید شعرهای به یک طرف گذارید، به یک طرفش ترک کنید. بارک الله. سلام علیکم و رحمت الله.